جنجال دوباره بهاره رهنما، 2 نفره عاشقانه در روز عشق و تکذیب اون. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. سلام و درود به دوستان و همراهان عزیز. بهاره رهنما از جنجالی ترین و پرحاشیه ترین بازیگران سینمای ایران به تازگی تصاویر 2 نفره‌ای در کنار یک مرد جوان رو منتشر کرد که باعث تعجب هواداراش شد. استوری خانم بازیگر 50 ساله برای روز ولنتاین در فضای مجازی که حلقه در دست داشت، حاشیه‌هایی رو مطرح کرد که آیا این آقای جوان پارتنر جدیدشه یا همسر سوم. بعد از این خبر پرحاشیه در فضای مجازی، او با انتشار 2 استوری تند و تیز در برابر شایعه ازدواجش موضع گرفت و این خبر رو تکذیب کرد. بهاره رهنما در 10 آذر 1352 در روستای حضاوه عراق به دنیا اومد. پدرش مرحوم جلال رهنما تاجر و مادرش خانم پروین قائم مقامی بازیگر. او فرزند دوم خانواده است و یک خواهر و برادر دوقلو به نامهای بهانه و روحام داره. شاید براتون جالب باشه که بدونید خانواده بهاره در 2 سالگی او به تهران اومدن، اما با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 ایران رو ترک و به انگلستان رفتن. پس از مدتی که التهابات سیاسی فروکش کرد، دوباره به ایران بازگشتن. بهاره تا 10 سالگی یک بچه حاضر جواب و اصطلاحاً سرتق بوده. او ترانه‌ها و قصه‌های زیادی رو برای ادا درآوردن در جمع بزرگترها اجرا می‌کرده. در کودکی علاقه شدیدی به بادکنک داشته و دوست داشته یک عالمه بادکنک داشته باشه. بهاره از دوران کودکی و نوجوانی به تئاتر و سینما علاقه وافری داشت و با پدرش همیشه به تماشای تئاترهای مختلف میرفت. بهاره رهنما در سال 1370 به دلیل درسخوان بودنش به صورت جهشی وارد دانشگاه شد و فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوقی قضایی و فوق لیسانس ادبیات نمایشی است. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردی، همین الان لایک و بکوب. او در نویسندگی، کارگردانی، تهیه کنندگی، بازیگری و تبلیغات و همچنین در فضای مجازی بسیار فعاله. او یک کافه رستوران به نام گوز در محله سعادت‌آباد تهران داره که مدیریتش بر عهده خودشه و در اوقات بیکاری به اونجا سر میزنه. بهاره از معدود هنرمندان وبلاگ نویسه و سابقه روزنامه نگاری و نقال خونی هم داره و در برندهای مختلف به عنوان مدلینگ هم حضور داره. او حتی چندین کتاب با موضوعات مختلف نوشته، از کتب شعری گرفته تا دلنوشته های یک زن تنها که کتاباش هم پرفروش بوده. بهاره رهنما 2 بار ازدواج کرده که هر 2 ازدواجش ناموفق بوده. او در سال 1375 با پیمان قاسمخانی نویسنده و فیلمنامه نویس و کارگردان معروف ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دختری به نام پریاست که پریا برای ادامه تحصیل به اتریش رفته و در رشته موسیقی تحصیل میکنه. او بعد از جدایی از قاسمخانی در شهریور 1396 با امیرخسرو عباسی ازدواج کرد. آشنایی این 2 از اونجایی شروع شد که بهاره با شرکت آرایشی و بهداشتی آقای عباسی کار تبلیغاتی انجام میداد و این تبلیغ محصول سرانجام به ازدواج ختم شد. بعد از جدایی از امیرخسرو عباسی در صفحه اینستاگرامش نوشت و به گمانم گاهی حرف نزدن از چیزی دلیل پنهانکاری نیست و گاهی به قول توده مردم جار زدن هم لزوما دلیل بر شادی نیست. من یک زن مستقل هستم با قدرت‌ها و ضعف‌های خودم و درس‌ها و دردها و رنج‌هایی که دوباره بلند شدن و قد کشیدن رو به من آموخت. سالی رو که گذروندم تا آخرین روزهایش برایم پر بود از دست دادن‌های سخت، عاطفی، مالی، کاری، اما به حسب تربیت مادری سخت‌کوش و پدری مهربان باز هم یا علی گفتم و بلند شدم و با تکیه به خدای به قول مادرم خوبی‌ها و با باور این که پدر هنوز هم مرا می‌بیند و به عشق مادر بودنم دست بر زانوی خود برای ادامه زندگی بلند شدم و با همه وجودم طلب خیر برای همه دوستان و حتی قضاوتگرانم دارم. بهاره رهنما در روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر کرد
که خبر از ازدواج سومش بود، اما حالا با انتشار 2 استوری در برابر شایعه ازدواجش موضع گرفت و ناراحتیش رو به زبون آورد. او گفت که ازدواجی در کار نبوده و اگر روزی تصمیم به این کار بگیره تنها دلیل خانواده دوستی و اهل خانواده بودن اوست. او در استوریش نوشت واقعا وقت و حوصله کش دادن بحثو ندارم، چون کارهای خیلی مهمی پیش رو دارم و نگاهم به جلوست. فقط میگم که گروه دلواپسان برن دنبال کار و زندگیشون. طفلیا شب عید. ازدواج نکردم، خیالتون جمع. منتها اگر هم روزی همچین تصمیمی بگیرم دلیل اهل خانواده بودن منه. متاسفم که آدمهای ریاکاری که صدها رابطه کوتاه و بلند مخفیانه داشتن رو ترجیح میدید به آدمهایی که اهل زندگی و صداقتن. دیگه هم دلواپسان بالا برن پایین بیان حرفی ندارم. و در استوری دیگر هم نوشت دوستان فرهیخته و نازنین هم قطعا مستحضرید. هر زمانی من یک کار فرهنگی مهم و جریان ساز مثل همین نمایش اخیرم را انجام میدم، یک جریانی سعی میکنه به هر بهانه‌ای اذهان عمومی رو به سمت یک موضوع زرد و پرحاشیه بکشه. اما همیشه گفتم و میگم من تمرکزم بر کارمه. عرصه مشق و جولانگاه ماست. نگاه به جلو و بستن گوشهاتون رو آنچه ارزش نداره رو یادتون نره. رمز موفقیت. شما چه نظری در مورد این هنرمند دارید؟ تو کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. دوستان و همراهان عزیز، شما رو به دیدن ویدیوی بعدی دعوت میکنم. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.